حیاتی‌های عزیزم تولده و یه نوشیدنی واسه تولد. یه مقداری میوه کات کردم که میریزمشون توی شیشم. ودکا میخوایم یه نسبت 30-70 طوری. 30% رو پر میکنیم. حالا میان لیموهامون رو آبش رو میگیریم. خب حدود نیم کیلو لیمو ترش رو آبش رو گرفتم ریختم تو. از قبلم که یه مقداری سیب و پرتقال به ودکامون اضافه کرده بودم. حالا میریم سراغ آب پرتقال. یه شات هم بلو کراساو داریم. بلو کراساو تو ویدیوهای قبلی بهتون یاد دادم، امیدوارم که تا الان درستش کرده باشین. اگه درستش نکردین حتما برید ویدیوهای قبلی ها رو نگاه کنید ببینید که بلو کراساو رو چجوری با هم دیگه درست کردیم. حالا یه شات از بلو کراساو بهش اضافه میکنیم. خوش رنگ و خوش طعمش کنیم واسه یه تولد خوشگل. تدا! یادتون باشه حبه رو که خوردین و